درود بر شما. من ساندرباردرم و خوش اومدید به این ویدیو. امیدوارم از این ویدیو لذت کافی رو برده باشید. بدون هیچ توضیحی میریم برای ویدیو. بسید من برم. بازم نرفتم رفتم. خب دوستان، ما این اپیزود میخوایم چیکار کنیم؟ من این باز یه نایت ویژن گرفتم ببینم این یکی نایت ویژن انگاری داره کار میکنه. میبینی نایت ویژن هست هنوز، فکر کنم نایت ویژن هست هنوز، نمیدونم، هنوز شب شده. نایت ویژن هست، خوبه، خورشید کاملا رفته و هنوز اوکی نایت ویژن اوکی. و من ماد آیتم فریم رو چیه مادش؟ مادش اینه که وقتی آیتم فریم رو میذاری شیفت میگیری روش کلیک میکنی، آیتم فریم رو غیب میکنه ولی آیتمش میمونه. خیلی جذابه. آرمورم بذارم اینجا، بعدا کلکسیون میشینیم. بله این اپیزود میخوایم چیکار کنیم؟ این اپیزود میخوایم وسایل دایمندی بگیریم، وسایل دایمندی رو پر کنیم تا جایی که میشه انچنت های خوب روشون بزنیم و اگه گفتی و بریم ندیر. برای باعث ببینم من همه اینا رشد کرده، انگاری همه اینا رشد غیر از این زیادم مهم نیست، همشون فورچن هم خوب اینجاست. این فورچن چند داره؟ 2 داره. برای این فورچن 2 داره. خب بکنیم. خب بچه من اینا رو برداشتم، بریم که به چیزا بفروشیم، ویلیجر ها بفروشیم ببینیم چقدر. بعدش میریم ملون پامکینا رو میکنیم اگه کم داد. اولین ویلیجر شما آقا جان بفرم. خب ما اینا رو کندیم، آرمور که داریم. حالا باید بریم طول اسمیت. ما اینها رو میفروشه، بیل نمیفروشه. نه نمیفروشه. اینو بخریم و این. اما بذارید اول چیز واپیون اسمیت کجاست؟ شما واپیون اسمیتی؟ آره این واپیون اسمیت ما برادر باید ارتقا بیابد، اما متاسفانه ارتقا نمیابد. چرا؟ چون که ما امرالد لازم نداریم. پس میریم پامکین و ملونم میکنیم. خب ما اینو ردیف کردیم. پامکین ملون ببخشید. اما اینا رو اوکی کردیم. باشید ملون همون بازم ملون داریم یا همشو خوردیم؟ احتمالا همشو خوردیم. ملون آره همشو 21 ملون اینم میخوریم. اوکی بریم اینا رو هم بفروشیم. اینا فکر کنم زیاده، اینا زیاد میده. اینا از اونی که مستر نشده میخرم. اینم مستر کنیم. بله این مستر شد. الان امرالدی تبدیل کرد به دایمندی و این مستر شد. اینم میخریم. اینم میخریم چون پامکین میخوای پامکین عجیب میشه. بعد 49 تا کلن 49 تا داریم. فلچرمون کو داشت؟
تو هنوزم استیک نمیخری؟ اصلا تیر بخرم چی؟ ازت تیر بخرم چی؟ دیگه نمیتونم ازت تیر بخرم بو هم ازت بخرم چی؟ الان بری لول بعد چی؟ الان رفتی لول بعد چی؟ نمیخری بازم دهنشو سرویس واقعا میگم چرا نمیخری؟ خب من همه این رولدامو خرجش کردم البته بعدم نشد و بو خریدیم ولی چرا این کار بکنم؟ خب بعد یه فلچر دیگه درست کنیم با استفاده از این کارو میکنیم و میایم این وسایل ها رو در 20 قرار میدهیم در 20. ما الان چیکار میکنیم؟ ما الان باید یه فلچر دیگه درست کنیم فیلینت I know how فیلینت پس گرابل I have گرابل خب 4 تا اینجا باید 5 تا نه اسکل 4 تا این 4 تا رو میکنیم و بعد 4 تا جایی که 4 تاشو به اون فیلینت 4 تاشون دادن ما چوب نداریم چوب هم که داریم ما چوب نداریم ولی چوب داریم بله غذا بخور باید یه غذای خوبم پیدا کنیم میدونم صحبت کنم این اپیزود شاید نه شایدم آره این اپیزود اگه کوتاه بشه اون کارو میکنم که غذا هم داشته باشیم اگه هم نشه کوتاه نشه که نمیکنم اپیزود بعد بیا ای گل بیا دل به تو بستم داداش نمیدونی من مستم ما استیک گذاشته بودیم اینجاها درسته بله استیک موشک ها رو میگم بله فعلا اینا رو بفروشیم تا بعدی ها رو بریم بکنیم یکی چون چوب موب خیلی بازی خوب شد گربه مرغ نمیخورم وگرنه همه مرغای منو خورده بودن یه عالمه مرغ داریم استرینگ رو چیکار میکنم خب گربه مرده خب من آقا جان خب من اول که رو تخته اینو میخوام بم 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 ببخشید نمیشه بخواب خوابید بله خیلی خوب میخوابیم و اینجا بیدار میشویم و بر روی هم تا از اینها میذاریم شما شغلتو پیدا کرد شما شغلتو پیدا نه الان که بردارم دیگه نمیتونم بسم الله بالله و ای بالله رو دیگه نمیتونم اوکی خیلی هم عالی تا جایی که تونستیم استیک فروختیم الان میریم تا جایی که بتونیم استیک فرو کنیم تو چرا دیگه آب گرفت داداش چی دارم میگم بریم چوب کندم یه دقیقه من برم این استیکا رو بفروشم زیاد از حد من دستم چرا انقدر پره آقا جان من انقدر وسایل نمیخوام چرا دستم انقدر پره تا حد اینجا اینو بازم چستام پر شد داداش اونجا دیگه چست جا نره اینجا چست بزنم یه دابل چست درست کن ماشاءالله پسر جون
یه دونه چست درست کرد. چرا یکی چی شد؟ خودم دیدم چست درست کردم. اهم بله چست باز می شود و اینها می روند توش. برید توش، باندلا رو بندا توش، امرالد رو فعلا بندا تو، اینو بندا، اینو بندا. ما اینا رو فعلا نمیخوام. میخوام اینا رو دیگه میخوام. اینم فعلا نمیخوام. اوکی برم سپلینگ ها رو بردارم. یه سپلینگ دیگه میدادم. خب برم اینا رو بفروشم تا اینventoryمون پر نشد. پر نمیشه فعلا ها، ولی حالا محض احتیاط مپم هم آوردم این ور تصویر، چون اونجا افکت هست میزنه، بعد افکت میگیریم دیگه مپو نمیتونیم ببینیم، کل مپو افکت میگیریم. خب دوست گرامی و عزیز ما که چوبا رو بیکنیم، یه ذره اینventoryمون پر شد، میریم میایم اینا رو دیگه تخلیه میکنیم، یه بار دیگه میکاریم. بل میدالیم میکنیم. بله بیچیر بیا سارم خوب هستی شما؟ ناز نفست قناری، 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 نفست قناری. تو که فعلا نمیخوایی، پس من یه بخوابم، فردا صبح باشم با اون یکی تون ترید کنم. خب اون یکی تون کو؟ اینه شما دنیا دیده ای حاج آقا. استیکام تمام شد حاج آقا. بله بعد اونجا 2 تا چوب مونده که نکندم من، بعد میرفتم میکندم ولی نکندم. بریم این جانگله رو چیز کنیم. آره به نظر شما هم بریم؟ به نظر خودم که بریم. آره بدیش نیست، برم ببینم چطوره.
ما یه استک و خوردهی 51 البته این 7 هم البته هست، خیلی زیادن. داشت با بام نمایی هم یکی اینا رو بفروشم به تا برم هم بیام این سپلینگا افتادم پایین و آره. به نظرتون چقدر امراد میگه؟ به نظر من زیادم نمیگه، باور کنید زیاد نمیشه. باید یه چیز خوب بگیم. آها میتونیم از آیرونایی که داریم استفاده کنیم. البته فکر نکنم، چرا؟ چون طول اسمیت آهن دیگه نمیخواد. بله ما کی داشتیم میفروختیم؟ به شما داداش سلام، تو بودی؟ تعداد خوبی هم امرالد گرفتیم. حالا باز میریم سپلینگا رو ورداریم. نظرتون چقدر سپلینگ میده؟ من از من خیلی خوب سپلینگ میده. رید، آره رید. بهم یک کلام بگو رید. رید ریچارد. فعلا که ریده، یه دونه دیگه باید بده به ما. یه دونه دیگه به ما نده یعنی به در نخور بوده تا اینجا، چون دقیقا 7 تا سپلینگ بوده. الان هم 7 تا سپلینگ. بریم بخوام. سلام چطوری؟ در مجموع چقدر چیز داریم؟ امرالد داریم. اینجا هم یادم ما امرالد داشته بودیم 5 حسابت نیاد دیگه تو این باندلا نیست دیگه. نه نه و نه. وی حاج آقا هنوزم نداره. تک 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 تک. You are dead. No way. Wait. کاشکی سپلینگ اسپروس میبردم، اونا خیلی کندنش راحت‌تر بود. ولی حالا خب بچه ها، من یه بخش حوصله سربر رو اسکیپ کردم، همون بخشی که الان دارم چوب میکنم، بعد امرالد تبدیل به امرالد میکنم، بعد وسایل دایمندی میخرم، بعد میونشم چند تا گاو دارم میکشم و انچانتینگ تیبل اوکی میکنم و شما الان میخواید بعدشو ببینید. بچه ها ما تا لیول 42 رفتیم. خب بعد اینا میشه کردم که اینا این پایین بمونن. یه کار دیگه هم کردم اینه که اینا رو الان اینا رو ور میداریم. بعدش واسه یه دونم اینو ور میایم اینجا. اینو اینجوری بعد به اون لیول و این دوتا هم با هم یکی میکنیم که جای بیشتری داشته رو. این دوتا رو ولی فکر کنم با هم دیگه میکنه دیگه اکستریم داره. یه ذره هم باشید من همه اینا رو چیز کنم. بعدش هم بوها انجام شد. یه بقیه بوها رو نمیخواد که این بره، اینم بره. احبار اینجا این یه لوت آخری هم میکنیم و میدیم برای زدن XP. یعنی چی؟ نه من انچنت زدنه. بله XP زدن. یه
لول محض احتیاط میخوایم. بگم که یه لول محض احتیاط میخوایم. اینو زدیم بریم میریم حالا. خب ما چیکار میکنیم؟ ما انچنتای آرمورامون هم دیفیوز کردیم. الان میبینید از آرمورا من جون کم شده. بعضی از اسکلتونا رو زره هاشون تورن گذاشتن و منو زدن و من شهید شدم. شهید نشدم، یه HP از آرمورام هست، ولی خیلی HP از سوردم رفت. ناراحت شدم. بعد یه آمبرکینگی براش بخریم. حتما یه آمبرکینگ بعد براش جور کنیم. یه آمبرکینگ بعدش جور کنیم. بعدش یه عالم چیز جور میکنیم. خب بچه‌ها، من الان که ادیتو تموم کردم فهمیدم که یه سر تایم ویدیو خیلی زیاد شد. برای همین بعد بعضی از چیزو یهو میبینید هیچو توضیح ندادم، رفتم مثلا یه کارایی کردم. آره مجبور شدم، چون تایم ویدیو 1 ساعت و 9 دقیقه است. بیا تمام. سی اوکی. فقط میگیم یکی از آرمورامون رو چیز کنیم. فعلا از یه دونش هم انچنتی که میخوایم بده ما خوشحالیم. اگه بده. اگه اون بلست پروتکشن بیساب مرده رو تو شلوار بده. به این تو این چی میدی داداش؟ بلست پروتکشن نده. الان باور کن تو این پروتکشن میده. وای یزید، من نمیدونم. من باید برم XP باتل بخرم. من نمیدونم. مرسی. بشتمت 31. آقا بسم الله. بذارید حالت جنگی بگیرم. پروتکشن تو نه پروتکشن. باش این بعد اول چیز میگرفتم. اشتباه شد. الکی فشار اومد به سرم. یا الان یا اول فصل. همه سکوت. آکو افینه چه زیریه تو میزنی. آمبرکینگ 3. دوستان ریسک میکنم. وای. بسم الله الرحمن الرحیم. وای ببین یه روزی ببین تو رو میزنم چه ما اینو فعلا میپوشیم، چاره ای نداریم. بعدم باید درستش کنم. بعدم خودم احتمالا آف کامera درستش کنم. میخوریم آبو میزنیم تو لاوا پول. بعد چیزاشو میکنیم. با این افیشنسی داره دیگه. درسته افیشنسی داره. سری میکنیم و به سوی ندر میرویم. ولی نداداش اینجا رو میکنیم. سریع چقدر میکنه آجی؟ پشمام خیلی سریع میکنه. اکسیژن امشب رو میخوابیم، فردا رو به میخانه سفر میکنیم. میایم اینجا مثل یه جای خوب پیدا کنم. اینجا سه این و یه کلاش ریز. به به
فلینت اند استیل به ما بده. بریم ندر رو ببینیم. آخر ویدیو یه ندرمون بشه و برگردیم. نمیرم فقط. خب الان که اومدم جا یه دوری میزنم. مرسی. میریم واسه یه ذره میکنیم میریم تو. خب اینجا وایستم و مپو ببینم. اوف نه که همش داداش همش اینجا کریمزون فارسته، اینجا ندر ویسه، همش ندر. ای بسچین اینجا بسچینه. به به اینجا همه ندر ویسه. سولسندم وقت کردی به ما بده. یه سولسند یه بازالت. خب اینجا بازالته باز ندر ویسه. اوه ای بر فورترس هم اینجاست. ما اینجا فورترس، اینجا بسچین. چقدر لوگو ماغو زیاده هاچی پشما. اینجا سولسن بلیه. اوکی برمیگردیم خونه. شاید یه ذره این برمیگردیم کوارتز بکنیم. نظره کوارتز بکنیم. اوه زدیم بیرونه. نمیخوام بزنم بیرون. از ندر فعلا میترسم. اینجا رو ببینیم. داشت یه کوارتز به ما بده. حالا نمیخوام بشه. حالا داره کوارتز هست اینجا. اون بالا کوارتزه که اصلا گست این دورو بر باشه. گست سر پیگلین هست هاجی. فرار کنیم. پیگلین ها ما رو میزنن. هاجی میریم خونه. خوبه. خب بچه ما رسیدیم به روز 102 و تو این اپیزود میشه گفت خیلی کارو کردیم و خیلی کارو نکردیم. اینکه حدوداً انچنتی شدیم، انچنت زدیم خودمونو. دو اینکه رفتیم ندر. سم نداشت. مرسی. اگه میخواید ویدیوهای بیشتری از من ببینید حتما به کانال سر بزنید و تا ویدیو بعد خدافظ.